به نام خدا هستم اقدس از کاشان. امشب اومدیم برای آموزش شوهرداری نوین. اولین آموزش ما اشوه است. برای چه موقعی هست این اشوه؟ برای موقعی هستش که بی پولی و احتیاج به پول داری و میخوای از خونه بری بیرون برای خرید. شما مرد خونه که از راه رسیدن میتونه از لباسهای زیر هرچی کمتر باشه بهتر جواب میگیری استفاده کنیم و برید به سمتش. همه جور که داری میرقصی و ترانه تق و تق در زدم نانایتان اومدم به سوی ایشون رفته و جیبهای ایشون را هدف قرار میدهین. میری طرفش، همه جور خودتو بهش بمالا، یه ذره از زیب رزوورش رو 2 ماتر آبدار دست رو بریز رو به جیبش. وقتی دیدی قلمبه یعنی چه؟ یعنی شانس ورده پول جیبشه یا کارتش جیبشه، هیچی هم گلزش میگیری. اگرم نبود خیلی راحت دستا رو از روی جیب برداشته به سوی حلق ایشان فشار داده و میتونید 1 کله و 1 دونه آبچوگی هم بزنید. خدمت شما عرض کنم از این مسئله. بعضی وقتا پیش میاد که از راه میرسم باید که مادر و مخارم امشب بخوان بیان. شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که اولا میتونید از کلمه گه میخوری که اینا رو امشب دعوت کنی استفاده کنی. اگه دیدی جواب نداد و مورد اصابت لنگ کفش و فحش قرار گرفتی، میتونی خود به مریضی بزنی. اینجوری آی نه مردم دل درد، خدا دارم میمیرم، یالا ارباب سوری از چیزیم که برم بیمارستو آخرهاشو دارم میمیرم. بازم اگه دید تو که نخر رفت و جواب نداد و خرگری در ورد، خدمت شما عرض کنم که میتونی از سلاح سرد، گرم یا ولر استفاده کنی. خدمت شما عرض کنم که بعضی وقتا پیش میاد که جلسه مهم داری رأسه، مثلا ساعت 4 بعد از ظهر در لب در خونه با کی؟ با خابر و ربابه و اینا دوره میا با کبرا. خدمت شما عرض کنم میبینی بازی در ورده نمیذاره بری، شما خیلی راحت میتونی از سنگینی باسن استفاده کرده یا شب جمعه ایشون را از سنگینی باسن استفاده کرده و روی حلق او فشار آورده و او را خفه کنید، یا کلا شب جمعه رو بهش زهرمار کنی، پشت دو بش کنی. میتونی از باد معدم استفاده کنی که خیلی تاثیر داره تو روحیش. خدمت شما عرض کنم که یه کار دیگه هم میتونید بکنید. خیلی بازم دیدی اذیت کرد، میتونی بهش بگوی من میتونم برم قند روزهای تلخ شوگر ددیا بشم و خدمت شما عرض کنم که دوست پسر بگیرم. خدمت شما عرض کنم بعض وقتا هم گیر میدم، مثلا میگوه بو میده، میتونی بهش بگوی که شما چشمت کورشه، برو یهود کلان بخر 5 میلیون 6 میلیون هینر یا شیشه گلاب بخر عطر و اینا بگو، اینا رو بذاری که 100-150 تومن، اینا که به درد نمیخوره که همش گند مرده میدادم. برو پول یهود کلان بده، خیلی قشنگ به خودت بذار، به خودت برس. خدمت شما عرض کنم که هیچ دیگه. اینم از آموزش امشبمون برای شوهرداری.